سلام، وقتتون بخیر. توی این ویدیو میخوایم در خصوص نحوه لیبل زدن توضیح بدیم که چه کاری انجام بدین که بهترین نتیجه رو بگیرین. دوستان دقت کنین که لیبل زدن برای پیدا کردن جواب هست. شما در چندین مرحله به جواب اصلی میرسید. هرچی این مراحل رو بهتر انجام داده باشین قبل از آزمون، توی آزمون عملکرد بهتری دارین. مرحله اول تشخیص مبحث هست. شما باید بدونین که هر مبحث در خصوص چه موضوعی صحبت کرده. مرحله دوم لیبل زدن هست که حالا از کارهای دیگه هم میشه استفاده کرد، مثل میکروفهرست نوشتن که نسبت به لیبل زدن نتیجه خیلی بهتری داره. ولی الان توی این ویدیو میخوام لیبل زدن رو توضیح بدم. و مرحله سوم کارها و اقداماتی که داخل متن کتاب انجام میدین، مثل هایلایت کردن، یک جا کردن بندهای مرتبط و این موضوعات که توی یک ویدئوی دیگه ما کامل توضیحش دادیم. خب الان میخوام لیبل زدن رو توضیح بدم که شما چطور با کمک این لیبل ها میتونین در واقع به جواب برسین. چون شما اگر بخواین توی جلسه آزمون با ورق زدن کتاب به جواب برسین قطعا کار سختی هست. فهرستی که خود مباحث دارن معمولا فهرست خیلی ناقصی هست، از این نمیتونین استفاده کنین و ما پیشنهادش هم نمی کنیم. اما اگر میتونین خودتون میکروفهرست کامل تهیه کنین قطعا میتونه مفید باشه. خب اولین کاری که انجام میدین، هر مبحثی که دارین شماره مبحث و عنوان مبحثش رو روی جلد کتاب که نوشته شده در حاشیه کتاب میتونین خودتون بچسبونین. بعضی مباحث چون کم حجم ترن این رو ندارن و یه برگم بزرگ اینجا مثلا بچسبونین مبحث 7 کتاب رو از هر جهتی تو جلسه آزمون خواستین بردارین بدونین کدوم مبحث هستش و این بهتون کمک میکنه. اما در خصوص لیبل زدن، از چه لیبلی اولین که استفاده کنین؟ ببینید یه سری لیبل های آماده هست که میتونین بخرین و ازشون استفاده کنین. ایرادی که این لیبل ها داره اینه که شفافیت زیادی داره و این شفافیت زیادش باعث میشه که در واقع خوانایی کم بشه. وقتی که روی این می نویسین حتما توجه کنین به خودکاری که ازش استفاده میکنین. مثلا روان نویس ها بهتر هستن اگر از این لیبل ها میخواین استفاده کنین، اما خب استفاده ازش راحت تر هست. کار دیگه ای که میتونین انجام بدین این هست که بیاین از یک سری کاغذ استفاده کنین، اینها رو برش بزنین و با چسب بچسبونین. تایم بیشتری نیاز داره. ببینین که کدوم برای شما بر حسب شرایطتون مناسب تر هست. خب حالا من میخوام این کتاب رو لیبل بزنم. اگر تعداد زیادی موضوع رو بیام لیبل بچسبونم، اینجا مثل باد بزن میشه و پیدا کردن لیبل در واقع موضوعات توی این لیبل ها کار سختی میشه. خیلی از لیبل ها ممکنه روی هم بیفته و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. پس چی کار میکنیم؟ لیبل هاتون رو به دو دسته تقسیم کنین. یک، لیبل های اصلی که میشن موضوع اصلی، حالا تو مباحث کم حجم مثل مبحث 7 میشه عنوان فصلامون، و لیبل موضوعات. مثلا من رنگ آبی رو کلا انتخاب میکنم به عنوان چی؟ این رنگ آبی میشه فصل های من. فصل اول کلیات هستش. این بالا بچه‌ها یه لیبل برای صفحه اول که کلیات هست بچسبونین. بعد از اون خب میریم مثلا فصل بعدی، فصل دوم، دوباره باز از همین رنگ لیبل استفاده میکنیم و بچه اینا رو روی هم نچسبونین. ببینین این که اینجا چسبیده شده بعدیشو با فاصله بچسبونین که این دوتا خوانایی داشته باشن، یعنی این دوتا روی هم دیگه نیفتاده باشن. بچه میبینین اینجا، حالا نمیدونم تو ویدیو دیده میشه یا نه، ولی این چون من دو تا لیبل رو روی هم گذاشتم این شفافیتش کمتر شد و خواناییش بیشتر میشه نسبت به اینکه یک لیبل هستش. و سعی کنین این رو از دو طرف هم بنویسین که راحت تر باشه براتون. پس ما عناوین فصلامون رو این بالا لیبلش رو میچسبونیم. حالا برای هر فصل، مثلا فصل اول که داریم مطالعه میکنیم با یک رنگ دیگه، فرضاً رنگ زرد، به هر موضوعی که میرسیم لیبلش رو اینجا میچسبونیم. دوباره مثلا صفحه بعد موضوع دیگری هستش، لیبلش رو پایین تر یعنی با یک فاصله میچسبونیم که باز باید این خوانایی رو داشته باشه، یعنی اینا نباید روی هم بیفتن. تا پایین صفحه برای هر فصل مشکلی نیست که شما این کار رو انجام بدین. بریم سراغ فصل دوم که حالا چون بیشتر هم مطالعهش کردین
آشنایی دارین باهاش احتمالاً راحت متوجهش بشین. ببینید مثلا توی فصل دوم صفحه 19 چی هستش؟ موضوع در واقع لیبل جدا شد. خب اینجا موضوع تعداد گمانه هستش. من مثلا از یک لیبل سبز رنگ برای فصل 2 استفاده میکنم و اینجا تعداد گمانه رو روی این لیبل می نویسم و اینجا می چسبونم. خب صفحه بعدی دوباره موضوع مثلا حفاری ها هستش. من لیبل موضوع حفاری رو اینجا در ادامه بعدی می چسبونم. یعنی باز ببینین چه اتفاقی الان افتاد. من اگر برم اینجا فصل اول رو باز کنم، لیبل های زرد رنگ داره به من چی رو نشون میده؟ داره به من توضیحات فصل اول رو نشون میده. اگر فصل دوم باشه موضوع من، موضوعات ژئوتکنیکی باشه، مطالعات ژئوتکنیک باشه، فصل دوم رو من باز میکنم و از اینجا من لیبل های سبز رنگ رو میبینم، دیگه این لیبل های زرد رو نمیبینم. سعی کنین فصلاتون هم یکی در میون رنگ متفاوتی استفاده کنین که این هم کمک میکنه به پیدا کردن راحت تر جواب. مثلا یکیشو رنگ زرد میتونین استفاده کنین، یکیشو نارنجی که با هم اختلاف هم داشته باشن. خب این بحث لیبل زدن بود که به این صورت که انجام بدین شما در واقع میتونین جواب رو پیدا کنین. نکته دیگه‌ای که وجود داره بچه، بعضی از فصل‌ها خیلی نکته دارن و این نکات زیاد ممکن هست که باعث بشه که تعداد لیبل ها خیلی زیاد بشه و کارتون سخت‌تر بشه. شما میتونین برای این موضوع مثلا اگر رسیدین به بحث عمق گمانه، لیبلش رو میزنین و میبینین که اینجا نکات دیگه هم داریم، چاهک دستی داریم، این موضوعات رو داریم. برای اینکه تعداد لیبلتون خیلی بیش از حد نشه، میتونین ابتدای این تعداد گمانه برای خودتون مثلا حالت تیتروار اون چند تا موضوع رو بنویسین که مشخص بشه این چند موضوع اینجا ارائه شده. این هم میتونه مفید باشه براتون. اگر که میخواین لیبل هاتون لیبل های مفیدی باشه و کاربرد داشته باشه، 2 تا کار رو انجام بدین. اول اینکه قبل از اینکه این لیبل ها رو آماده کنین و بچسبونین، توی هر در واقع توی برگه های کاغذ موضوعاتی که میخواین بنویسین رو بنویسین. مثلا تعداد گمانه صفحه فلان، عمق گمانه صفحه فلان، حفاری صفحه فلان. و از این در واقع موضوعی که نوشتین وقتی که مبحث تموم شد شروع کنین به حل تست با کمک اون فهرست کوچیکی که خودتون آماده کردین. اگر دیدین خیلی خوب هستش که لیبلاشو میتونین آماده کنین و بچسبونین. اگر میبینین یه سری موارد رو نقص داره، کاملش کنین بعد بچسبونینش و خود اون در واقع فهرستی هم که آماده کردین، موضوعات رو از قبل آماده کردین هم داشته باشین. حتی میتونین روی جلد کتابتون بچسبونین و ازش تو جلسه آزمون برای سرعت بیشتر استفاده کنین. موضوع بعدی بچه‌ها بحث این هست که شما یک سری مباحثی دارین مثل مبحث دهم. اینا خیلی حجیم هستن، حتما اینها رو فنری کنین. سر جلسه آزمون این صفحه رو پیدا میکنین برای جواب، کتاب بسته میشه و این هم اذیت کننده هست، هم شما رو مجبور میکنه چندین بار هی برین سراغ اون صفحه. ولی وقتی فنری هست اون صفحه مد نظر رو باز میکنیم و ازش استفاده میکنیم. یک سری از فصل ها موضوعات خیلی زیادی دارن. مثلا تو مبحث 10 باز این موضوع رو داریم که توی مثلا فصل دومش نکات اتصالات پیچی اومده، اعضای مختلط اومده، اتصالات جوشی اومده. هر موضوع چون تعداد صفحش خیلی زیاد هستش به عنوان یک فصل در نظر بگیرین و لیبلش رو این بالا بچسبونین که کمک کننده باشه بهتون. و موضوع بعدی این که بچه‌ها یک سری بندهای مرتبط داریم، حالا تو همه مباحث هستن. مثلا توی مبحث 12 در خصوص راهرو سرپوشیده ما 2 تا بند داریم. یکی فصل دوم ارائه شده صفحه 15 و فصل 5 صفحه 38. خب برای این موضوعات که مرتبط با همدیگه هستن 2 تا لیبل جدا نزنین که سردرگم بشین. این موضوعش راهرو سرپوشیده است. فصل دوم در خصوص ایمنیه، فصل 5 در خصوص سازه‌های حفاظتی. خب احتمال این که شما بیاین سراغ این فصل بیشتر هستش، پس لیبلش رو تو سازه‌های حفاظتی بزنین، بندی که اینجا هست، و کنار این بندی که اینجا دارین
یادداشت بذارین که صفحه 15 فصل دوم هم نکته مرتبط با راهروی سرپوشیده رو داریم. اینجوری هم تعداد لیبل هاتون کمتر میشه. همونطور که گفتم اگر تعداد لیبل ها خیلی زیاد بشه تو گشتن بین این همه لیبل دچار چالش میشین. اگر تعداد لیبل ها هم خیلی کم باشه شما اون موضوع مورد نظر رو پیدا نمی کنین. در کل لیبل زدن میتونه مفید باشه اما بهترین روش نیست. بهترین روش استفاده از میکروفهرست ها هست که شما با تشخیص موضوع همه نکات رو توی مثلا 2 صفحه 3 صفحه حالا بسته به مبحثش 5 صفحه ارائه شده و با کمک اونها همه اطلاعات چون یک جا هست راحت پیدا میکنین جواب رو و میرین سراغ بند مربوطه. اما اگر میخواین از لیبل زدن استفاده کنین این روشی که گفتم بهتر هستش. مرسی که با من همراه بودین. امیدوارم که نکاتی که گفتم